بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، خیلی هم به طرز مختصر شدید به شما در مسئله امام هایی که مستور الحال است، حالش پوشیده است، صحبت میکنیم. اولا مستور الحال چی است برادر عزیز؟ مستور الحال یک امامی که ظاهرا احکام اسلام را دارد، یعنی نمازخوان است، مسلمان است، ظاهرا مسلمان حکمی هست، اما از حقیقت عقیده او ما خبر نداریم. یعنی امامی که مسلمان است ظاهرا و اما از عقیده او ما خبر نداریم، عقیده اش برای ما پوشیده هست. ان همین امام رو مستور الحال میگن و بعضی علما مجهول هم گفتن، لیکن بعد از تحقیقی که من در بولش کردم مجهول الحال نگویم بهتر است، زیرا که این مستور الحال است. مجهول الحال به دیگر کسا گفته میشود، کسایی که اسلامشون معلوم نیست، اینا را مجهول الحال گفته میشد. بعد از تحقیق همین نازکی را پیدا کردیم. مستور الحال کسانی که اسلامشون ظاهر است، عقیدهشون ظاهر نیست. مجهول الحال کسانی که حالتشون اصلا معلوم نیست. مجهول الحال برای امام ربط ندارد. مجهول الحال یک انسانی که در دارالاسلام یگان علامت اسلام نداشته باشد، مجهول الحال مثلا مسلمان است، در دارالکفر مجهول الحال علامت اسلام دارد، کفر است. اما مستور الحال یک امامی که حالتش از نظر اسلام معلوم است، یعنی مسلمان است، نمازخوان است، علامت های اسلام دارد، مسلمان ظاهری، ولی عقیده او برای ما پوشیده است. امروز این تیز پرک ها شاگردان راسخ برآوردنی اند که گویا که در یگان حالت مستور الحال را، عقیدهش را فهمیدن شرط نیست. فهمیدن عقیده مستور الحال امامی که حالتش عقیدش معلوم نیست، این عقیده خوارجا گفته ایستاده است. این خوب است. سخن ابن تیمیه رحمه الله را منتشر میکرد، لیکن کامل نه، یک قسمش رو. برای می خواستم حالا به شما مختصر بگویم که آیا از عقب مستور الحال نماز خواندن درست است؟ سخن سلف در این باب هست یا نیست؟ چی است؟ اولا در زمان صحابه هر کسی که مستور الحال بود، هر کسی که یعنی مسلمان بود لیکن عقیدش معلوم نبود، صحابگان نماز میخواندند. اصلا یک آدم عقیدش فهمیدن ضرورت نداشت، زیرا که معلوم بود که عقیده اهل سنت، یعنی عقیده قرآن و سنت، از شاگردان صحابه رضی الله عنهم معلوم و مشهور عقیده حق بود در زمان تابعین، تبع تابعین. ولی وقتی که زمان آمد، در زمان احمد ابن حنبل، کمی بدتر در وسط عمرشون، انا همچنین فتنه های اهل بدعت خیلی ظاهر شد، بدعت های مکفره ظاهر شد. از احمد ابن حنبل یک چند قول ثابت است و از سفیان ثوری ثابت است رحمهم الله و غیر از این علما با دیگر از سلف ثابت است که گفتند بعد از، یعنی گفتند که ما در این مسئله به شما سبکگیری میکردیم، زیرا که همه اهل سنت بود. یک انسان عقیدش میدانید یا نمیدانید نماز خونید. اما بعد از این که عقیده های باطل منتشر شد، از یک طرف جبری، از یک طرف قدری، علم الله این کار میکرد، مجوس این امت، از یک طرف جهمی، از یک طرف والعیاذ بالله معتزلی و غیره که عقیده کفری دارند. احمد ابن حنبل گفتند که من سبکگیری میکردم، لیکن حالا اول عقیده امام ها رو فهمید بعد نماز خوانید. اما این از باب مستحب بود، نه اینکه فرض، نه اینکه اگر یک آدم عقیدش ندانید و از او کفر شرک ندیده باشد نماز خوانید نمازتون باطل است، نه، لیکن بهتر و افضل همین است که بعد از افشا شدن، منتشر شدن ضلالت، عقیده رو فهمید. بیاید سخن ها رو میگی. در شرح اصول اعتقاد، در شرح اصول اعتقاد اهل سنت، نام کتاب است شرح اصول اعتقاد اهل سنت، نویسنده‌اش اللالکایی، مجله یکم صفحه 172 روایت میکنند اللالکایی با سندش از سفیان ثوری، و ما این روایت رو در شرح کتاب سفیان ثوری را هم مطالعه کردیم که شاگردشون از، یعنی شعیب ابن حرب و یکی از دیگر شاگردشون بود، قاسم بود والله علم، از سفیان ثوری میطلبد که
من تو را به الله قسم میدهم تو به من یک نصیحت کن که در روز قیامت من الله به بگویم که انا همین نصیحتی همین که من عمل کردم. گفت نصیحت میکنن سفیان ثوری رحمه الله و در آخرش میگن که لا تصلي الا خلف من تثق به و تعلم انه من اهل السنه والجماعه. نماز نخون مگرم از پشت کسی که تو به او باوری داری و میدانی که بدرستی که او از اهل سنت و جماعت است. سفیان ثوری رحمه الله این سخن رو گفتن مطلق. البته این سخن خیلی که علما شرح دادن گفتن نه واجب است دانستن عقیده یک آدمی که ظاهرا از او کفر شرک دیده نمی شود دانستنش فرض یا واجب نیست. این از باب افضل و بهتر و مستحبات است. وقتی که بدعت منتشر شد بهتر برای توی اهل سنت همین است که همون کسی که تو از عقبش نماز میخونی اهل سنت باشد تو به او باوری داری بعد نماز خون. اما اگر نماز عقیده او را نفهمیده خونده باشم نماز است لیکن بهترین کار نکردی. و این سخن عیناً از احمد ابن حنبل در کتاب طبقات الحنابله ثابت است. مجله یکم صفحه 59 مروزی روایت میکرد که لا تصلی الا خلف من تعرف. احمد ابن حنبل میگه که نماز نخون مگرم از عقب کسی که میدانی میشناسی. در کتاب طبقات الحنابله ابی یعلا از مروزی روایت میکرد که سئل الامام احمد، امام احمد ابن حنبل پرسیده شد امر فی الطریق فاسمع الاقامه ترى ان اصلی. من در راه گذشته ایستاده بودم شنیدم اقامت رو از مسجد شنیدم که اقامت گفته است. آیا من در آمده نماز خوانم؟ اقامت گفته شده ایستاده است در مسجد. احمد ابن حنبل در جواب گفتند که فقال قد كنت اسهل فاما اذا كثرت البدع فلا تصلي الا خلف من تعرف. من در این مسئله نماز خواندن از پشت مستور الحال امامی که عقیده‌اش رو نمیدونی خیلی سبکگیری میکردم، سبک میگرفتم. اما وقتی که کثرت البدع بدعت ها زیاد شد منتشر شد نماز نخوان مگرم از عقب شخصی که میشناسی. برای همین این سخن اهل سنت و الجماعت است. اما اگر از عقب یک امام نماز خوندی از او کفر ندیدی شرک ندیدی اما عقیدهش رو هم نمیدونی نماز خوندی نمازت باطل نیست، نماز صحیح است. لیکن بهتر و افضل در جایی که تو زندگی میکنی اگر بدعت منتشر شده جهمی یا علمانی یا لیبرالی و غیره از بدعت ها منتشر شده طاغوت پرستی منتشر شده باشد عقیده امامت رو فهمیدن از اهل سنت بودنش رو فهمیدن نماز خوندن این بهتر و افضل تر است. و کسی که همین از خوارجی است میگه عقیده را فهمیده نماز خوندن بهتر و افضل تر بودن خوارجی میگه از اهل بدعت میگه این ضال و مضل است. این از اهل بدعت نیست. بله بعد از زمان صحابه حالا بدعت منتشر نشده خوارج ها بر آمدند. خوارج ها این عقیده را در زمان صحابه به وجود آوردن که همه جا اهل سنت است، همه جا اهل سنت است. خوارج ها اهل سنت هم میپرسیدند تو در یک منطقه زندگی کنی که عقیده اهل سنت مشهور است در اینجا یک امام عقیدش فهمیدن البته این درست نیست، این بدعت است. منطقه که مشهور اهل سنت است جهمی نیست خوارجی نیست یا که بگیم خوارج که این درجه پایانتر از خوارجی اگر پایانتر باشد اساس جهمی یا طاغوت پرست و غیره اینا نباشند نماز در رو بخون. اما در منطقه هایی که بدعت خیلی منتشر شده است مسجدی نیست مگر اینکه بدعت در آمد علمانی ها لیبرالی ها جهمی ها همه جا رو به دست خود گرفتند و این مذاهب ظاهر شد. اگر عقیده امام رو فهمیده نمازخوانی بهتر و افضل تر است و این سخن سفیان ثوری و در دو جا احمد ابن حنبل این نصیحت رو کرده سبکگیری نکن. اما اگر نماز رو خواند یک نفر یا خودت هم خوانی نفهمیده از امام عقیدهش بیخبر شده نمازت نماز است. اما اگر بعد از نماز خواندن یک چند روز فهمیدی که امام کافر است نمازت اعاده میکنی. خیلی که احمد ابن حنبل رحمه الله این سخن رو در طبقات الحنابله است که بیان کردن که از احمد ابن حنبل سوال شد که از عقب یک امام نماز خوندیم بعد از یک ماه فهمیدیم که این
یهود بوده است خودش مسلمان یا که یک کافر خودش مسلمان گفته است چیکار کنید؟ نماز اعاده میکرد. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگن خیلی که در کتاب مجموع الفتاوا مجله سوم 280 آمده است، میگن که ومن اصول اهل السنه والجماعه انهم يصلون الجمع والاعياد والجماعات لا يدعون الجمعه والجماعات كما فعل اهل البدع من الرافضه وغيرهم. اصول اهل السنه والجماعه همین است که آنها نماز میخوانند، نمازهای جماعت را، نمازهای عید را میخوانند، نماز جمعه جماعت را ترک نمیکنند اگرچه از پشت اهل بدعت باشد. معذرت خواهی میکنم، نه معذرت خواهی میکنم، امروز خیلی زیاد صحبت کردیم کمی خسته شدیم سبحان الله. جمع الاعیاد و الجماعات لا يدعون الجمعه والجماعه، جمعه و جماعت ترک نمیکنند. چگونه ای که رافضه ها از اهل بدعت و غیرشون این کار کردن، ترک کردن. اگر امام مستور الحال باشد ترک نمیکنند. اگر از او مستورا لم يثير منه بدعه ولا فجور صلى خلفه الجمعه والجماعه باتفاق الائمه الاربعه وغيرهم. اگر یک امام از او بدعت ظاهر نشده باشد، از او فجور ظاهر نشده باشد، از عقب او نماز جمعه و نماز 5 وقته جماعت میخونم به اتفاق 4 امام اهل سنت و غیر اهل سنت. اگرچه این امام عقیدش شما نمیدونید اما نمازش میدونید، مسلمانش میدونید، از او بدعت ندیدید، از او فجور ندیدید، یعنی از زنا و حقارت و دشنام و یعنی فجورهایی که عقیده های، یعنی فجورهایی که گناه های کبیره است ندیدید، به اتفاق 4 مذهب از عقب اون نماز میخونید. ولم يقل احد من اهل الائمه ولم يقل احد من الائمه انه لا تجوز الصلاه الا خلف من علم باطن امره. یگان نفر از امام ها نگفتند که نماز خواندن جایز نیست از پشت امام مگر تا اینکه عقیده باطنش رو دانی. نماز خواندن جایز نیست، نمازت باطل است نگفتند، بلکه نمازت نماز است اگر چه عقیدش رو هم ندانی وقتی که از او این چیزهای بده ندیدی. ولی بهترین این است که بدانی. بل ما زال المسلمون من بعد النبي يصلون خلف المسلم المستور ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم وهذا مذهب الشافعي وأبو حنيفة وهو أحد القولين في مذهب. يعني درباره قاب درباره إمام مبتدع میرد، امام مبتدعی که بدعتش مکفر نیست، زیرا که به اجماع از عقب انسانی که امامی که کفر میکند بدعتش مکفر است نماز نمیخواند. اما بدعتش غیر مکفره باشد، اگر به سوی بدعتش دعوت نکند بدعتش غیر مکفر است، بمانند مرجئه و غیره غیر مکفره، اما به سوی بدعتش مردم دعوت نمیکرد. نمازتون نماز است، نماز خواندن درست است. اما اگر به سوی بدعتش دعوت کند نماز نخوانید میگن. احمد بن حنبل و شیخ الاسلام تیمیه هم ذکر کرد. حالا من به جای ضروری میرم. یک قسمی از جهلا همه قدر سخن ابن تیمیه رو انتشار کردن، منتشر کردن، لیکن دوام سخن ابن تیمیه رو منتشر نکردن که من اینجا جدا کردم، سیاه کردم، روشنایش زیاد کردم و گذاشتم. و کان بعض الناس اذا كثرت الاهواء يحب الا يصلي الا خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب كما نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله ولم يقل أحمد أنه لا تصح إلا خلف من أعرف حاله. ولكن ابن تیمیه رحمه الله گفتند که ولیکن بعضی از مردم، بعضی از انسان ها گفتند که وقتی که زیاد هواپرستی، اهوا یعنی اهل بدعت و هوا خیلی زیاد و منتشر شود، در این حالت بعضی از مردم گفتن که من دوست می‌دارم و دوست می‌داشتن که نماز خوانده نشود مگرم از عقب امامی که میشناسی. دوست می‌داشت که نماز نخواند مگرم از عقب کسی که همون امام رو میدونی. همین چیز دوست می‌داشت، به مانندی که احمد ابن حنبل. و این سخنم از سبیل استحباب بود، یعنی تا وقتی منتشر شدن بدعت، تا وقتی زیاد شدن اهل بدعت،
این خیلی سخن نبود که امام اول دانسته نماز خوان. این سخن اصلا وجود نداشت، فقط در خوارج ها وجود داشت. خوارج ها فقط فهمیدن میخواستن که این کس و فتنه میکردن. اما بعد از این که فتنه خیلی زیاد، هوا و هوس و بگیم اهل اهوا یعنی اهل بدعت زیاد منتشر شدند، احمد ابن حنبل میگفتند که یعنی برای من دوست داشته این است که بعد از منتشر شدن این بدعت ها امام را تو نشناسی، امام را شناخته نمازخوانی بهتر است، از عقیدش باخبر شده نمازخوانی بهتر است گفتن. اما همین را هم از سبیل استحباب گفتن، نه سبیل واجب. یعنی این مستحب است، بهتر است و افضل است گفتن. از کی این روایت شد؟ ابن تیمیه میگن که کما نقل ذلك او نقل ذلك عن احمد انه ذكر ذلك لمن سأله. چخیلی که این نقل شد از احمد ابن حنبل، احمد ابن حنبل به یک نفری که از او سوال داد گفت، انا همچنین گفت. ولیکن احمد ابن حنبل نگفتند که اگر نماز رو از پشت یک امامی که ظاهرا مسلمان است از او کفر شرک دیده نمیشد، عقیدش معلوم و برای تو نشناختی، نمازت صحیح نیست. نگفتند نمازت صحیح است، اما بهتر و افضل این است که از امام، از عقب امام نماز خون که عقیده او را میدونی. فهمیدید؟ دلیل دوم سخن دیگر آوردند، خود ابن تیمیه آورده سنند. قدم أبو عمرو عثمان بن مرزوق إلى ديار مصر، وكان ملوكها في ذلك الزمان مظهرين للتشييع، وكانوا باطنية ملاحدة، وكان بسبب ذلك قد كثرت البدع وظهرت بالديار المصرية. أمر أصحابه ألا يصلوا إلا خلف من يعرفونه لأجل ذلك. ببینید ابن تیمیه رحمه الله میگن که سخن دوم کسانی که تا عقیدهش نفهمی در وقت منتشر شدن اهل بدعت نماز نخوانی بهتر و افضل تر میگفتند، به مانند عمرو ابن عثمان است. عمرو ابن عثمان ابن مرزوق به دیار مصر سفر کرد، در حالتی که همین سرزمین مصر پادشاهاش در همین زمان شیعگی را ظاهر میکردند، شیعه مذهب شیعه را ظاهر میکردند، باطنی ها بودند، دولت عبیدی و باطنی ملاحده ها بودند. به سبب همین، به سبب اینکه رافضه ها پادشاه شده و اینو آن شده بودن، شیعه ها خیلی هم بدعت زیاد، کثرت البدع، بدعت خیلی هم زیاد شده بود، بسیار شده بود، و خیلی هم بدعت ظاهر شده بود، هم ظاهر منتشر و هم زیاد منتشر و ظاهر، به ملال بدعت ها ظاهر شده بود در دیار مصر به سبب شیعه ها. عمرو بن عثمان بن مرزوق شاگردانش، دوستانش را امر کرد که امر اصحابه، امر کرد که الا یصلوا، این که نماز نخوانند مگرم الا خلف من یعرفونه، مگرم از پشت کسی که میشناسند که او از اهل سنت است. امر کرد که نماز نخوانید، گفت تو آدم نشناسید، زیرا که امروز بدعت خیلی خطرناک است. گفت لاجل ذلك، یعنی به خاطر بدعت منتشر شدنش. آیا کسی خوارج گفت این سخن؟ نه. ابن تیمیه نقل میکرد که این کار بهترین کار است. وقتی که منتشر شد این از سلف ثابت است و بعضی از مردم این کار به امر کردن و این چیز بود، یعنی این مذهب خوارج نیست این مسئله. ثم بعد موتی فتح ملوک السنه، و بعد از این فتح کردن اینجا گفتن به مانند ملوک السنه، به مانند صلاح الدین ایوبی گفت مثل صلاح الدین ایوبی و ظهرت فيها كلمة السنة لمخالفة الرافضة. و بعد از این در این دیار المصر، در دیار مصر که بدعت و رافضگی اونها منتشر شده بود، گشته سخن سنت ظاهر شد، اهل سنت ظاهر شد، مخالفی رافضه سخنهای حق ظاهر شد. بالاخره این چیز هست، روایت ثابت است. برای همین وقتی که اهل سنت خیلی ظاهر است، در یک سرزمین اهل سنت زندگی میکنید، امام عقیدش فهمیدن برکت که این بدعت است. اما وقتی که اهل بدعت منتشر است، اگر امام عقیدش یک کس فهمیدن به حرکت کند، این بدعت نیست، این جایز است و این بهتر است، افضل است، این مستحب است. مستحب یعنی بهتر و افضل است. اما اگر نسنجیده هم نماز خوندی، از پشت یک ظاهرا مسلمان، نماز است. فرقی انا همین برفتنم یک علم است، یک فضل الله سبحانه و تعالی است. اما این جهلا نمیفهمند.
جوهلان نفهمیده مذهب سلف خوارجی میگن والعیاذ بالله.